در شهر الماتای قزاقستان یکمین بار در منطقه آسیای میانه نمایشگاه معتبر جهانی تحت عنوان دنیای اتوبوس ها برگزار شد. در این نمایشگاه که نزدیک به نیم قرن در سایر کشورهای پیشرفته جهان دایر میگشت، اولین بار اتوبوس های استحصال شرکتی وطنی اکیا اوستا به نمایش گذاشته شدند. با گفته مسئولان شرکت، آنها در این نمایشگاه هدفهای فراتر از معرفی محصولات را دارند. باعث افتخار است که امروز ما در یکی از نمایشگاه‌های با نفوذ دنیا باس ورلد، یعنی دنیای اتوبوس ها که در جمهوری قزاقستان شهر الماتا برگزار شده است اشتراک کرده هستیم. در این نمایش ما 2 عدد اتوبوس استحصالی وطنی یعنی استحصال جمهوری تاجیکستان را به نمایش آوردیم. اینچنین یک عدد اتوبوس 2 آشیانه که از جمهوری ترکیه در اینجا نمایش داده ایستاده‌ایم. یکی از مقصدهای در پیش گذاشته ما این برای اشتراک در این نمایش این معرفی محصولات استحصال جمهوری تاجیکستان. دیگر از مقصدهای ما این دریافت کردن میزاجان و صادرات به کشورهای همسایه ما باشد. باور کامل دارم که از این نمایش ما با یک تصورات خوب و نتیجه های قناعت بخش برمیگردیم. طبق اطلاع موجود در جریان این نمایشگاه بزرگ بین المللی واخوری‌های زیاد با نمایندگان ساختارهای دولتی قزاقستان و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشورهای گوناگون برای خرید و فروش و یا همکاری من بعد برگزار نمودند. در نمایشگاه نه تنها اتوبوس‌های استحصالی بلکه قسم‌های جانبی و احتیاطی و نیز سیستم‌های خدمت رسانی به مسافران هم معرفی شده. نظام پرداخت الکترونی حق راهگیرا در نقلیات جمعیتی که همکنون در پایتخت کشور فعال است مورد توجه اشتراکچیان و بازدید کنندگان قرار گرفته. یک قطار شرکت‌ها هوسمندی خود را برای سفر به دوشنبه جهت آموزش اجرای چنین لایحه ابراز داشتند. مقصد از برگزاری نمایشگاه نیز همین است که استحصال کنندگان اتوبوس‌ها مبادله تجربه نموده در راه خدمت رسانی به مسافران با هم همکاری نمایند. خوشحالم اکیا اوستا از تاجیکستان در کنار دیگر شرکت‌های دنیا اینجا حضور دارد. تمام کشورهای جهان در جستجوی نقلیاتی با صفت هستند و این نمایشگاه پلتفرم‌های بسیار خوب برای مبادله تجربه و راه‌اندازی همکاری‌ها میان استحصال کنندگان اتوبوس‌ها میباشند. ما اینجا دریافتیم که کارهای زیادی برای راحت و امنیت مسافران انجام داده شده. سرعت تکمیلیابی بلند و نوع‌های نقلیات زیاد است. من در کشورهای زیادی بودم از جمله در تاجیکستان و با فکر من با اینکه شما در آغاز راه هستید با موقع استحصال نقلیات مسافربر را راه اندازی نمودید، زیرا همان گونه که خون اکسیژن را به تمام قسم‌های بدن میرساند، نقلیات هم مسافران را به تمام کنج و کنار کشور میرساند و تاثیر زیاد بر رشد اقتصاد دارد. نمایشگاه بین المللی دنیای اتوبوس ها نخستین بار در آسیای مرکزی شرکت های استحصالی و فروشندگان و خریداران نقلیات مسافربر را از تمام جهان با هم متحد کرد که حضور اکیا اوستا اتوماتیو اندستری از تاجیکستان باعث افتخار است. یادآور میشم این شرکت ماه ینوری سال 2018 تشکیل شده استحصال اتوبوس های نوعی اکیا را در شهر دوشنبه راه اندازی نموده است. شرکت امکان استحصال 300 اتوبوس جوابگو به استانداردهای بین المللی یورو 5 را دارد و تامین کننده محرک و قسم‌های احتیاطی شرکت معروف مرسدس بنز و چند شرکت معتبر ترکی و آلمانی می باشند.